چطورین؟ اومدیم با یه ویدیو من کرفتی کردن یه موشک درست کنیم و موشک صاف بزنیم توی خونه. این ویدیو لایک کنیم و چنل رو دنبال کنید. چنل دوست من لطفا دنبال کنید تا با هم ویدیوهای من کرفتی بزنیم دیگه. ویدیو چرفی میرسه با ویدیو لطف کنید ویدیو. خب بچه اومدیم اینجا پیش خونه بیرون اینم آقا ایرون گله سلام. خب کریتیویم با همون کاری نداره. خب حالا این وسایلایی که گذاشتم زیر اینا مورد نیاز به چیز برای ساختن موشکه که یکیش ابسیدیان، لور، ابزرور. خب ردسون بلاک، اسلایم بلاک، پیستونه، استیکی پیستونه و تی ان تیه. خب حالا اولین کاری که داریم با ابسیدیانه رو یه جوری میان بالا که صاف بره خونه ویلیجرها. میان اینجا این همون که صاف نکنید الان این مستقیم میره تو خونه ویلیجر. این میره تو خونه ویلیجرها. بعد همین کار رو میکنیم و الان پیستون رو برمیداریم و دورای این ابسیدیان رو با که پیستون رو به خودتون باشه میبینید وای اصلا خود کنه ویلیجرها. حالا اینجوری میبینید. خب بعد میرید البته یه دونه دیگه هم ابسیدیان جلوی این میزنیم، میریم از پشت این ابسیدیان رو میکنیم و یه دونه لور رو بعد اینجا بذاریم روی ابسیدیانه و بزنیمش. اینا میره جلو. بعدش یه دونه اسلایم بزنیم اینجا و الان با ابزرور کار داریم. ابزرورها به اون صورتی که قرمزش رو به شما باشه میزنید و همینجوری که گذاشتید استیکی پیستونا رو یه دونه اینجا میزنید، یه دونه اینجا یه دونه هم اینجا. بعد میرم اینجا الان اینجا یه اسلایم میذاریم، بعد TNT رو میذاریم اینجا، دو تا TNT میذاریم اینجا هم دو تا TNT میذاریم. حالا میریم اینجا باید بشینیم. بعد ابزرور رو یه جوری بذاریم که به صورت خودمون یعنی قرمزش رو به خودمون باشه. بعد میره عقب استیکی پیستون رو برمیداریم میذاریم رو به خودمون. بعد اسلایم رو میذاریم اینجا و استیکی پیستون رو میذاریم اینجا به سمت این بعد روش دو تا TNT میذاریم. ردسون بلاک الان میخوره که ردسون بلاک رو بذاریم اینجا. حالا میری پشت اینو میزنیم و این خونه ویلیجر ترکیه اینجوری تونستیم ما یه دونه موشک بسازیم دیگه. خدافظ تا ویدیو بعدی. خدافظ.